الله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. بالگرد حامل آقای رئیسی رئیس جمهور جهادی، مردمی و محبوب که دیروز برای بازدید از سد خداآفرین و افتتاح چندین طرح ملی و استانی به آذربایجان شرقی رفته بود، در هنگام عزیمت از این سد به مقصد پالایشگاه تبریز به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد. با وجود اعزام دهها گروه امدادی، واکنش سریع برای امداد به رئیس جمهور و همراهانش، تلاش‌ها برای پیدا کردن بالگرد سانحه دیده به علت مه‌آلود بودن هوا و سخت گذر بودن منطقه جنگلی و کوهستانی ساعتها به طول انجامید. سرانجام بامداد امروز گروه‌های امدادی، مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند.